امروز اومدم بهتون بگم دوستان، سوگواری کردن مهمه. اصلا فکر نکنین که بتونین از مراحل سوگواری جهش بزنید و سریعتر به مرحله خوب زندگی برسید. نکنید که دست از پا درازتر برمیگردید. نمیشه. حالتون بدتر میشه. گاهن مراجعا میان پیش من و میگن که من تازه رابطه رو کات کردم، نمیشه یه چیزی به من بدین که زودتر حالم خوب بشه؟ نمیشه من یه قرصی بخورم، یه حرفی به من بزن، یه راهکاری به من بدین که من انقدر حالم بد نباشه؟ من خسته شدم از اینکه شبا دارم گریه میکنم، از اینکه نمیتونم درست کار کنم، از اینکه نمیتونم درست درس بخونم، نمیتونم درست ورزش کنم. کلا غمگینم، تمام روز حالم بده، حوصله هیچ کسو ندارم، لذت نمیبرم. واقعا همینه. زندگی بعد از سوگ با زندگی قبل از سوگ خیلی متفاوته. اول از همه به خودتون یه فرصتی بدین که یه ذره این درد رو بکشید، یه ذره این زندگی بد رو تحمل کنید. و جوابی که معمولا من مراجعه میدم اینه که ای کاش واکسنی داشتیم که میتونستیم به شما تزریق بکنیم و این حال خوب رو ازتون، این حال بد رو ازتون بگیریم و به جاش حال خوب بهتون بدیم. ای کاش یه قرصی داشتیم که میتونستیم بهتون بدیم و بعد از اینکه این قرص رو میخوردید خاطرات بدتون پاک میشد، اما نداریم. یا یه کاش یه چوب جادویی میداشتیم که توی هوا میچرخوندیم و بعد به شما میزدیم و بعد همه چیز یه دفعه همونطور میشد که باید میشد، اما نداریم. و درد از همین جا شروع میشه که ما باور کنیم این درد رو باید بکشیم، تاب بیاریم. اینجور وقتا مراجعا میگن که دوستان میگن تو خیلی خری که نشستی پای این داری گریه میکنی. ما الان داره اشغالشو میکنه، زندگیشو میکنه، تو اینجا نشستی داری گریه میکنی. برای کی؟ اولا هیچ کس نمیدونه که هر آدم میتونه برای شما چی باشه و نه معنی اون گریه های شما رو هر کسی نمیفهمه. چرا که فقط اون 2 نفر هستن که میفهمن تو اون رابطه چه اتفاقی افتاده، نه دیگران. این یه موضوع. پس گول حرف مردم رو نخورید. دوما اینکه بله، مردم اینجور موقع‌ها شروع میکنن به پیشنهاد دادن. بیا من یه گزینه مناسب بهت پیشنهاد میدم، این خیلی از اون بهتره، بیا اینو ببین، چرا دیت نمیری، چرا اون یکی رو تست نمی‌کنی، برو تو احمقی. گول این حرفا رو نخورید. شما میرین توی رابطه‌های جدید که تست کنین که شاید از این غمتون کم باشه. میشه. به خاطر توجه افراطی که اون آدم اول رابطه بهتون میکنه، شاید برای یه چند ماهی حالتون خوب باشه. در بهترین حالتش چند ماه حالتون خوبه و بعد از 1 سال تازه میفهمید که دیگه آدم پارسال نیستین. پارسال شما یه گرسنه‌ای بودین که فقط میخواستین با یه چیزی سیر شین. یه آدم پردردی بودین که فقط یه مسکن میخواستید و بهتون دادن. ولی بعد از 1 سال چیه؟ بعد از 1 سال دیگه اون آدمی نیستید که هر کی بود، هر کی شد. حالا دوباره فاکتوراتون میاد بالا. من اصلا همچین آدمی رو نمیخواستم. من اصلا با این اخلاق کنار نمیام. این اصلا اون آدمی نیست که من میخوام. و 1 سال دیگه از عمرتون هم رفته. چرا؟ چون اونجا شتاب زده عمل کردین. و در حالت دیگهش اینه که وارد رابطه میشید و هر روز تو فاز مقایسه میرید. عین آدمی که هر روز داره به خودش و دیگران درد میده، زخمی میکنه. یه تیغ گرفتید، یکی رو خودتون میکشید، یکی رو بقیه میکشید. اینجا دوباره رسیدین به همون جایی که پارسال بودین. میدونین چرا؟ چون اون جایی که باید سوگواری میکردید، بعد تاب میآوردید، اون غمو نیاوردید و سری رفتید توی رابطه دیگه. و در یه حالت دیگه‌ش هم اینه که وقتی وارد اون رابطه میشید، چون هنوز دارید به اون آدم قبلی فکر میکنید و نتونستید اون قضیه رو هنوز با خودتون حل و فصل کنید، میرید تو فاز مقایسه و این دردناکه. اینکه هرچی رابطه جلوتر میره شما پوچتر میشید و دیگه نه راه برگشت به عقب دارید، نه تاب رفتن به جلو رو. یادتون باشه سوگواری نماد شجاعت شما از پایان دادن به یک عشقی که میتونستید غلطه. در واقع سوگواری نشان شجاعت تموم کردن یک دوست داشتن غلطه. درد این تموم شدن ها
و نداشتنها و خالی شدنها رو تاب بیارید. سخته، اما این سختی رو تحمل میکنیم برای اینکه اون حال خوبه درست بیاد سراغمون. مثل مامانی که بهش میگیم که ترجیح میده که بچت الان 2 روز گریه کنه بابت اون درد واکسنی که بهش میزنی، یا اینکه 2 سال دیگه در اثر یه بیماری بمیره و اون اونجا انتخاب میکنه که درد کوتاه اون واکسن رو تاب بیاره، اون واکسن رو بزنه برای بیمه شدن بزرگتری توی زندگی. اینم همینه. اینجا شما باید اون درد رو تاب بیارید که بتونید دوباره انتخاب خوب داشته باشین. اما کاری که اکثر آدما میکنن دقیقاً بلافاصله بعد از تموم شدن رابطه شروع میکنن به خودزنی و دیگرزنی. شروع میکنن به اینکه روابط اشتباه دیگه رو شروع میکنن. فقط آدم باشه، من الان سرم درد میکنه به من یه مسکن بدین، من الان گرسنه‌ام به من یه چیزی بدین که منو از این وضعیت در بیاره. اما شما 1 سال دیگه چه خواهید شد؟ سوگواری درد داره، دردشو بکشید. تنها کاری که میتونید برای خودتون بکنید اینه که از یه تراپیست کمک بگیرید، حرف بزنید و مسائلتون رو حل کنید. حداقل مشکلات خودتون رو حل کنید. بیشک تو اون رابطه شما هم مشکلاتی داشتین و اگه الان جوابتون اینه که نه من هیچ مشکلی نداشتم، حتی پارتنرم هم اینو میگفت که تو هیچ مشکلی نداری، باز هم مشکل دارید. متاسفانه ایثار بیش از اندازه، درک متقابل بیش از اندازه، مهربانی بیش از اندازه و ایثار و فداکاری از قبیل مشکلات شماست که یاد نگرفتید در جای درستی خرجش کنید. پس باز هم نیاز به کمک دارید. به جای اینکه یه تیغ بردارید و آدم‌ها رو تیکه پاره کنید، اون تیغ رو بردارید بکشید روی خودتون، گیرای خودتون رو پیدا کنید و کاری برای حل مسئله بکنید. این بهترین نسخه‌ایه که برای یک آدمی که از درد یک رابطه اومده بیرون میشه پیچید. بهتون قول میدم بعد از این اگر شروع کنید و پیش روانشناس برید، تازه در جدیدی براتون باز میشه که کجای کار ایستادید.